بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، امروز به من رساله و روزهای گذشته به من تماس گرفتند یک چند برادرها و پیش از این هم یک برادری دیگر، خواهرها و برادرها یک چند وقت است در من تماس میگیرند و از من یک مسئله رو میخوان عمیق‌تر و دقیق‌تر بفهمند. در ترکیه بسیار انسان‌ها میروند به مغازه‌ها، شکلات است، در همونجا یک نمیدونم قند است، بعضیشون یگون چیزی دیگر میگن، یک برده نان است، پیچینی است، میگیرند میدوزدند به نام میگن که این غنیمت یا یگون چیزی دیگر، و بعد از این به دست میغلطند. خواهر گم است، چند وقت کجا رفتنش معلوم نیست، برای اون که کم یک شکلات بود، یک قند بود، یک چیزی رو گرفته بود. دو پسری دیگر را گرفتند، مثال اینه گرفتند، اون گرفتند. همین عمل درست است یا نیست؟ مثال برادران عزیز اهل توحید، اولین ضرورت ترین چیزی که در دین ما هست، در علم مقاصد الشریعه، شریعت آمد به خاطر حفظ 5 چیز. از همه بزرگترین 5 چیزی که در دین ما هست 5 چیز است: حفظ دین و حفظ جان، حفظ نفس. یکمش حفظ دین باشد، دومش حفظ نفس است. نفس یعنی جان، جسم، از ضرر، از اذیت. حفظ عقل سومش، حفظ مال چهارمش و حفظ نسل پنجمش. شریعت آمد تا که من و شما را از ضررها حمایت کند. شریعت آمد تا که من و شما را از کارهای بیهوده، چیزهایی که ضررش زیاد است، به ما خبر بدهد. اما بسیاری ها همین عملها را انجام میدهند، مصلحه را نمیدانند، مفسده را نمیدانند، عاقبت این عملشون چی شدنش را نمیدانند، به همین عملها دست میزنند. آیا درست است؟ البته که درست نیست. برادرای عزیز، بیایید من به دیگر مثال به شما فهمونم. ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب اعلام الموقعین میگن که الفتوى يتغير بالزمان والمكان والحالات والنيات. یعنی یک مسئله مکان بدیده، حالت بدیده، نیت بدیده تغییر می‌یابد و بسیار حالت ها هست که بعضی انسان ها فکر میکنند که این چیز جایز است، من باید انجام بدهم، اما در همون عین حالت برایش حرام است. برای چی؟ برای اینکه ضرر دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا ضرر ولا ضرار. مسلمان کسی هست که نه به خودش ضرر میرساند نه به دیگرها ضرر میرساند. یعنی مسلمان فقط به دیگرها ضرر نرساند، نه بلکه پیش از دیگرها مسلمان باید به خودش ضرر نرساند. ای برادرم، ای خواهر، الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. خودتان را به دست خود به تهلکه ناندازید. امروز در همین روزهای وزنین رفتن 2-3 چیزی ناچیز را گرفتن و بعد از این رفتن و چندین سال به محبس داخل شدن، مگر همین یگان جای درستی دارد؟ مگر همین حکمت است؟ مگر انا همین مصلحه و مفسده بگم مصلحه است؟ مگر همین نیست که شما خود را به دست خود به یک رنج، به عذاب برده شدید؟ به همین کارها دست زدن سبب می شود که ادوکات بگیری، کفر است. ترمه شوی، در ترمه کفر شرک را ببینی و یا که انجام بدی، کفر است. موحد کسی هست که همیشه خودش را احتیاط میکند. مسلمان کسی هست که همیشه خودش را احتیاط میکند. مسلمان کسی هست که به چیزهای میده شده که هست دنیوی چیز اهمیت نمیدهد. شب و روز برادرها در همین گروه هم به من میبرایند و سوال میکنند حکمش چی است؟ حکمش چی است؟
حکمش انمین وقت و زمان از سبب اینکه ضررش زیاد است، از سبب اینکه بعد از این دیگر کفر شرک رفته شده است، به بسیاری انسان هایی که از این مسائل بیخبرند به اهمیتا حرام است. حرام است زیرا که این انسان بیچاره نمیداند که این عاقبت کارش به کجا میبرد. از همین جهت احتیاط باشیم. بعد از این بعضی ها همین کارها را، مثلا کارهای خوب و نامعقولی که کردند خودشان، بعد از این که یگان به وزنینی به مشکلی گرفتار شدن، وقتی ادوکت گرفتن آمد، وقتی شرک آمد، وقتی ترمه شدن آمد، کفر شرک آمد، سنی شاید به یگان طالب علم اهل سنت و الجماعت تهمت میکنن، میگن که فلان طالب علم گفته بود. یگان نفر طالب علم میگن که همین گپ میگن. قسم به الله تا همین روز یگان نفر از طالب علمان اهل سنت و الجماعت نگفتن که برایت همین کار بکنید، بلکه از اول ما میگفتیم تا حاضر میگیم که این کار حرام است، درست نیست، زیرا که ضررش از فایدهش زیاد است. هر عملی که ضررش از فایدهش زیاد است حرام است. یعنی کی میگه که ضررش از فایدهش زیاد باشد حلال باشد؟ اصل یک چیز حلال بودنش معناش اینه که همیشه این چیز حلال است. اگر بسیار چیز است که تغییر می‌یابد، زمان، مکان، حالت، نیت، سخنهای علما رو، سخنهای طالب علم ها رو خطا نفهمید. هیچگاه ما خواهری رو، برادری رو نگفتیم که این کار بهترین کار است. اعوذ بالله. کدام کار بهترین کار است؟ کاری که ضررت می‌آورد، کاری که بعد از این به کفر و شرک می‌روی، کجاش بهترین است؟ توبه کنید از کارهایی که به خودتون ضرر می‌آورد. توبه کنید، یعنی توبه به این معنی که دیگر همین کار را انجام ندهید. خودتون را حفظ بکنید، امنیتتون را حفظ بکنید، آبروی خود را حفظ بکنید. شما فکر کنید که یک کاری که میکنید بعد از این دیگر کفر و شرک می‌بود، مگر همین کار میارزد؟ همین کار شایسته هست؟ که یک کاری که نمیشد، یک دو چیزی ناچیز، دو چیزی دنیوی میگیرد، بعد از این به کارهای دیگر کفر و شرک رفتن ممکن است. بعد از غلطی دی ادوکت بگیر، بعد از غلطی دی سود رفت. از همین جهت برادران مسلمان ها، ما مراجعتمون به شما همین است، نصیحتمون به شما همین است که به این چیزهای ناچیز آینده خود را، دنیا و دین و تمام جوانی خود را نسوزانید. شما وظیفه دار هستید که خود را احتیاط کنید، خودتون احتیاط بکنید. بارک الله فیکم. انا من بود یک نصیحتی که من میخواستم در بین شما بکنم، زیرا که هم میبینم که اهل بدعت ما رو بسیار تهمت میکنند و هم میبینم که بسیار برادرها خطا میفهمند، مسئله را خیلی خطا میفهمند، از نام ما خطا گپ میزنند. از همین جهت من مسئول خودم رو دانستم که در این مسئله باید صحبت کرده شود. نشود که یک جوان صحبت رو خطا فهمد رود 10 سال به خاطر یک پیچینی، یک شکلات، یک دونه قند، نشود که رود بعد از این ادوکت گیرد و غیر و غیر. الله همه شما رئیس بکنه.